برای زناکارا حتی روز عید جور کردن، روز عاشقانه، ولنتاینز دی، یعنی این روز لچکا، اگه ما شما ترجمهش کنیم روز زناکارا، روز بی حیاها. الله میگه ولا متخذات اخدان، یعنی زنای مسلمان، دخترای مسلمان باید خدن، یعنی که مردای نامحرم ارتباطات چی نداشته باشه، مخفی نداشته باشه، پدرش مادرش یا خبر نباشه، این که از ارتباط داشته باشه. و اگر میخوای که کس ازدواج بکنه باید مادرش پدرش خواستگاری نکاح این گپا. ولا متخذات اخدان، یا به ضد از این آیات قرآن. اونا خب جنگ فکری هست، اونا اینمی آیات قرآن میخوای در ذهن مردم از بین ببره. پس تو وقتی که عاشق میشی سر دختر مسلمان دیگه و تو یک جنایت انجام میدی و الله گفته این کارا باید